امام حسین میگه دنیا وفا نداره. آیا این دنیا به امیرالمومنین وفا کرد؟ به حضرت زهرا وفا کرد؟ دشمن اهل بیت بودن، خود پیغمبر رو هم خیلی آزار دادن، شاید 80-90 سال عمر کردن، ولی حضرت زهرا علیها السلام در سن 18 سالگی به شهادت رسیدن. این پوچی دنیا، بی‌ارزشی دنیا. فرمود اگر دنیا، پیغمبر ما به ابوذر فرمود قسم به اون خدایی که منو فرستاده، اگر دنیا در نزد خدا به اندازه بال پشه ارزش داشت، خدا به دشمنش یا به کافر یک لیوان آب، یک شربت آب نمیداد. این از پوچی دنیاست، بی ارزشی دنیاست که به کفار، به هارونها، به نمرودها، قارونها، فرعونها اختیار داده، دنیا رو در اختیارشون گذاشته. این پوچی دنیا، بی ارزشی دنیاست.